فتوا داد اینها علمای شیطانی است، اینها خائن است. کو حاجی مرزا؟ حاجی مرزا که برآمده همیشه میگفت که ما مخالفی شریعت بوده ها را انکار میکنیم. ای مردم، طالب علمایی که در سعودی خوانده بود، در اینجا آنجا خوانده، گوش نکنید. میگفت این حاجی مرزا کجا شد؟ حاجی مرزایی که ضد خوارجا گویا که میبرآمد، مرحمت ضد طاغوتا برای چی نمیبرد؟ حاجی مرزایی که آداب و اخلاق رسا حمایت میکرد، مگر حجاب پوشیدن این فرض الله نیست؟ مگر حجاب پوشیدن این از آداب و اخلاق نیست؟ مگر حجاب پوشیدن این پاک دامنی نیست؟ حاجی مرزا کجا شدی؟ حاجی مرزا مرد. برای که حاجی مرزا را ما میگفتیم که حاجی مرزا این یک کوکله هست، این یک مرغی هست که وقتی که طاغوت خروسش به این امر کرد قرقاس میزند، وقتی که او امر کرد